سلام، من نوشینم. جلسه سوم آموزش کادو و بسته‌بندی رو آوردم اینجا. عینکی شدم. بماند که ساعت 12 ظهر ما اومدیم اینجا، ولی آفتاب عزیزم همکاری نمیکنه. خب بریم که اینو با هم دیگه کادو بکنیم. قراره که این جلسه یه نمونه از کادوهایی که فرم خاصی نداره و یا فرم‌هایی مثل مدور داره یا 6 ضلعی یا حالتهای ستاره‌ای طور که اینا کادو کردن و بسته‌بندیشون سخته رو با هم امروز امتحان بکنیم. من الیاف کرم رو انتخاب کردم. این مدل کادو یه مدلیه که مثل قدیما میگفتن بقچه کردن. قراره که ما از بالا اینو جمعش کنیم. برای جمع کردن بالاش که بفهمیم چقدر باید اضافی بگیریم، من نگاه میکنم اینم ارتفاع کادوی من خودش تا اینجاه. من تقریبا به اندازه همون الان گرفتم. میتونم کمتر هم بگیرم، یعنی تا اینجا، ولی من تقریبا اندازه خودش رو الان میخوام بگیرم. ابر بادمون خورشید و فقط در کارم. شما یه فیلمی بگیریم بخوایم بشه. برای این کار من ارتفاع بلندی این رو تقریبا بنز خودش میگیرم. خب اینجوری با دو دستم میگیرم و متوجه میشم اینجا رو باید ببرم. علامتش تقریبا اینجاست، با انگشتم از زیر گرفتمش. حالا میبریم اینو. برای جمع کردن سر بقچه‌تون از روبانای دومین استفاده کنید. این روبانا تو بازار تو رنگ‌بندی مختلف موجوده. نگاه میکنین تقریبا کادوتون رو یا وسط میذارین یا یه خورده به سمت راست یا به سمت چپ باید متمایل باشه، به خاطر اینکه یه طرف بلندتر باشه یه طرف کوتاه‌تر. دست راستم رو میذارم روی کادو که تکون نخوره. با دست چپ این دوتا رو اینجا نگه میدارم. حالا این چینا رو باید سعی کنیم مرتب یا توی یه ریتم خاص بدیم. دست منو قشنگ نگاه کنین، با دونه دونه انگشتام دارم این چینا رو نگه میدارم. ببینین دونه دونه این چینا رو دارم میندازم، با انگشتم نگهش میدم، چون که قرار اینا یه ریتم زیبا داشته باشه، نه اینکه همینجوری یه جاش این حالتی باشه یه جاش این شکلی باشه. برای اینکه کادومون بیرون نمونه این قسمت که کوتاه هست رو میدیم داخل، لبه ها رو میاریم روش. ببینیم این طرف هم به همین شکل. ببینیم با انگشت شستم دارم اینا رو نگه میدارم این زیر که این چینا به هم نخوره. دیدی؟ روبان رو میاین از زیر دست چپتون رد میکنین. محکم میکشین که صفر باشه. برای این کار الیاف اضافتون رو تا میکنید. این دوتا انگشت میره زیر، این یکی انگشت روه. باید با دستاتون خوب کار کنین که بتونین اینو فرم بدین. ببینیم منو اینا هم که تا کرده بودن میپیچونیم دور این که یه حالت فرم شبیه گل رو به ما بده. حالا من اینجا رو میبرم که بتونم از این تیکه یه دونه برگ هم داشته باشم. این لبه اضافه رو تا میکنم میدم داخل و این قسمت رو میکنم مرکز گلم. با انگشتم نگهش داشتم. این ور رو میپیچونم دورش. و دوباره یه سوزن میزنیم که ثابت شه، یا میگم اگر شما جایی هستین که چسب دارین با چسب حرارتی یه خال چسب بزنین اینو نگه میداره. این کافیه برای من. یه ذره اینو چین میدیم. این روبانو یا گره میزنی یا اگه گره هم نزدی من فقط پیچوندم پشتش. میارم جایی که میخوام قرار میدم. فرمشو درست میکنم. خب این شد تا اینجای کار ما. دو تا گل از این بالا در آوردیم، یه برگ خود الیافمون داد و این برگی که من اضافه کردم. میخوام به این روبان بزنم چون خودش تقریبا پره. ببینیم دیگه این کادو خودش تزیینش پره. بهتره که یه تک روبان ساده بزنین، اما اگر دوست دارین میتونین پاپیون پر هم بزنین، ولی من تو این جلسه برای این کادو یه تک روبان انتخاب میکنم که بزنم با دنباله که یه خورده بلند باشه.
تکنیکی که بهتون یاد دادم میتونین کادوی خیلی خوشگل ببندین و متفاوت. یادتون نره که ما رو همراهی کنین و چنل یوتیوبمون رو دنبال کنین.